الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه. دوستان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر یک شما را به برنامه سوال جواب خوش آمدید میگویم. راستی امروز یکی از سوال‌هایی که بسیاری از جوان‌ها پرسیدند و آن جواب میدهیم. مخصوصاً به همین سوال من خیلی و چند مدت شد نمیخواستم جواب گردانم، ولی وقتهای آخر باز یک چند مرتبه پرسیدن و مخصوصا در این روزها دوستان عزیز نمیخواستم در این موضوع صحبت کنم. روزهایی که برادران ایمانی ما و شما در فلسطین در سرزمین غزه امروز به خون آشفته شده ایستاده‌اند. این نظام کودک کش خونخوار غدار قتالی که در مابین سرزمین مرکزی سرزمین ما و شما مسلمان ها در بیت المقدس زرع کرده شده است، الله تعالی سرزمین ما و شما را از آنها پاکیزه گرداند. آنها باز هم بعد آن قرار صلحی که بین خود صلح کرده بودند باز آن را پیمان شکنی کرده و برادران و خواهران و مردم بیچاره مظلوم فلسطین را امروز بمباران کرده ایستادند. ولی بسیار از جوانها پرسیدند و این هم باشد حکم خود ارضایی موافق شریعت اسلامی چیست؟ یکی از برادران میگوید السلام علیکم داملا، حکم خود ارضایی را بیان می ساختید از نگاه قرآن و حدیث و مذاهب فقها چی است؟ امروز حکم آن را از قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه وسلم و همچنین مذاهب فقها بیان میکنیم. همچنین دوستان عزیز سبب‌های همین عادت را بیان میکنیم. چی سبب میشود که جوانها به همین عادت بعد گرفتار میشوند و همچنین بعضی توصیه ها میدهیم که تا اینکه جوانهای ما و شما از همین عادت خود را نجات دهند. خب پیش از آنکه دوستان عزیز حکم این را بیان کنیم موافق قرآن و سنت، اول همین نامگذاریش را ببینیم. خود ارضایی میگویند به فارسی یا اینکه با زبان روسی ماستورباسیون میگویند. همین خود کلمه خود ارضایی بنده اصلا به همین عادت همین نام را گذاشتنش را دوست نمیدارم. برای چی؟ برای اینکه خود را راضی کردن. آیا با اجرا کردن همین عادت جوان خودش از خودش راضی می شود که ما این را خود ارضایی نامیم؟ آیا یگان جوان را شما دیدید که همین عادت بعد انجام همین عادت گوید من خرسند شدم، من خودم را راضی کردم؟ برعکس انسان یک شعور احساس گناه فرا میگیرد انسان را و هیچ ناممکن است که خود ارضایی باشد، خودش را راضی کند. خود ارضایی معنای یعنی خود را راضی کردن، کنانیدن است. میتوان گفت که نفس را ارضا کردن شاید. بنابراین نامگذاری این با زبان عربی این را استمنا میگویند، یعنی با دست برآوردن منی، خواه جوان پسر باشد یا خواه این عادت در جوان دخترها هم نیز پنهان شده است، یعنی با دست خود با کف خود را انسان به احتلام میرساند. این است نامگذاری درستی این عادت بد در جوان ها. بنابراین بنده دوست نمیدارم که همین عادت را خود ارضایی گوییم. بیایید همون با زبان تاجیکی خودمون ببخشید خود را با دست حرام کردن یا احتلام کردن، همین اصطلاح برای این عادت درست‌تر است. اکنون میگذاریم چخیلی که گفتیم به حکمش البته موافق قرآن و سنت و در نزد جمهور علما حرام است. اما آیت باشد همون سوره مؤمنون، آیتی که الله تعالی وقتی اهل ایمان را وصف میکند قد افلح المؤمنون، از آیت اول الله شروع میکند میگوید در حقیقت نجات یافتند اهل ایمان و در دوام آیت الله میگوید الذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین. الله میگوید آنهایی که یعنی مؤمن هایی که فرج های خود را نگاه می‌دارند، فرج خود را حفظ می‌کنند مگر از همسران خود او ما ملکت ایمانهم یا آن کنیزهایی که داشتند. البته حاضر زمان کنیز نیست، در این زمان ما و شما کنیز وجود ندارد. یعنی الله تعالی وقتی استثناء کرد و جدا کرد تنها زنها را الله چیکار کرد؟ اجازت داد. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون.
الله میگوید پس کسی اگر این چیز رو گذاشت، از همان چیزی که الله اجازه داد، یعنی زنها آن رو گذاشت، آنها چی میشوند؟ حد و حدود الله رو پایمال کردند و گذاشتند. آنها ستمکار هستند. و همچنین پیامبر ما و شما، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، وقتی جوانها رو پیامبر صلی الله علیه و سلم، چنانکه که در حدیث صحیح روایت شده از صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم به جوانها چی گفتند؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج. گفتند ای جوانها، اگر کسی از شما توانایی و قدرت زنگیری را دارد پس زن بگیرد. البته درست وزنین است. بدون ازدواج جوانی که در همین عصر، من میفهمم یک جوان در همین عصر فتنه، در عصری که همه چیز دسترسی پیدا کرده میتواند با آسانی، مشکل است. ولی الله تعالی و همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله ما را به چی راهنمایی کردند؟ گفتند فلیتزوج. اگر کسی قدرت و توانایی ازدواج را داشته باشد پس گفتند ازدواج کنند. فانه اغض للبصر و احسن للفرج. زیرا که همین ازدواج چیکار میکند؟ چشم ها رو نگاه میدارد، سبب نگاه داشتن چشم میشود. جوان وقتی ازدواج میکند چشمش به هر طرف نمیره. و همچنین چی میشود؟ و احسن للفرج، و فرجش رو نگاه میدارد، باز هم بیشتر نگاه میدارد فرجش رو، سبب نگاه داشتن فرجش میشود برای جوان. اگر نتوانست، یعنی توانایی و قدرت ازدواج رو نداشت یک جوان، پیامبر صلی الله علیه و آله گفتند پس روزه بگیرد. فانه، یعنی پس البته روزه، فانه له وجاء، گفتند یک سپر است. روزه چیکار میکند؟ نفس انسان را، شهوت انسان را پست میکند. پس اگر این عادت یا این کار مباح می بود، جایز می بود، پیامبر صلی الله علیه و آله انسانی که یک نفری که مهربانترین بشریت به امتشان بودند دوست می داشتن ما و شما رو، برای چی راهنمایی نکردن پیامبر صلی الله علیه و آله؟ پیامبر صلی الله علیه و آله برای علاج همین مشکل، علاج شهوت، پیامبر صلی الله علیه و آله دو چیز رو پیامبر صلی الله علیه و آله پیشنهاد کردند. گفتند زن بگیرید، عائله دار شوید. اگر که نتوانستید پس چیکار کنید؟ پس روزه بگیرید تا اینکه شهوت انسان پست شود و از همین چیز سپر شود برای بنده مؤمن. خب بنابراین عمر رضی الله عنه، عمر که بسیار حکیم بودند و بسیاری از رأی هایی که عمر رضی الله عنه پیشنهاد میکردند وحی نازل میشد. موافق همون رأی عمر رضی الله عنه آیات ها نازل میشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم چنانی که ما و شما میدونیم، پیامبر گفتن اگر مبادا پس از من که پیامبر نیست، من آخران و خاتم النبیین هستم، ولی اگر مبادا پیامبر می بود عمر پیامبر میشد. عمر فاروق رضی الله عنه و الله چی گفتن؟ روز یک جوان را دیدن گفتن هل تزوجت؟ عائله دار شدی؟ گفتن زن گرفتی تو؟ گفت که نه. عمر رضی الله عنه چهره هاشون تغییر یافت، گفتن دو نفر زن نمیگیرن، یا عاجز، انسانی که زن با زن چی کرده نمیتونه، یا گفتن فاجر. همین دو نفر زن نمیگیرن. یعنی نگفتند یا اشاره نکردند عمر رضی الله عنه. یعنی بنده مؤمن یا ازدواج میکنن یا چیکار میکنن؟ خودش رو نگاه میدارن. خب ما دلیل آوردیم از قرآن کریم، از احادیث پیامبر صلی الله علیه و آله و همچنین قول صحابه ها و قول عمر رضی الله عنه را آوردیم. همچنین در جمیع مذاهب، ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، امام شافعی، احمد ابن حنبل، در کتاب های آنها نیز روایت شده است که در تمام مذاهب و اقوال علما این چی است؟ حرام است. در بعض کتاب ها و بعض روایت ها است که در مذهب ابو حنیفه و احمد ابن حنبل رحمت الله علیهما آمده است که با بعض شرط ها مکروه گفتند، یا در بعض حالت ها در حالت سخت ضروری گفتند از زنا، شرط هاش ذکر میکنیم، از زنا اگر انسان ترسد که به زنا دست میزنند در همین حالت گفتند اجازت است. علامه مصطفی زرقا میگویند انها من المحظورات في الاصل لكنها تباح بشروط ثلاثه.
مصطفی زرقا میگویند البته همین عادت حرام است در اصل، اما با 3 شرط گاه می شود در حالت ضرورت جایز می شود. الا یکون الرجل متزوجا، شرط اولش این است که زندار نباشد، قدرت ازدواج کردن ندارد، یک جوان بیزن باشد. شرط دویمش و ان یخشى الوقوع فی الزنا، چنانه که گفتیم از زنا دست بزدن به زنا بترسه. حقیقتا ان لم یفعلها، اگر به همین عادت خودش را سبک نکند به زنا دست میزند حقیقتا. و الا یکون قصده تحصیل اللذه. سبحان الله. شرط سیومش مقصدش از اجرا کردن همین کار حاصل شدن یا به دست آوردن لذت و کیفیت نباشه. که امروز جوانهایی که به همین کار گرفتار میشوند، الله پناه دهد، البته آنها به چی؟ به فیلم ها و عکس هایی که اصلا حرام است به آن دست میزنند و همین کار با چی؟ با دیدن پورنوگرافی و با همین چیزهای فحش چی میشود؟ اجرا کرده میشود. اما فقها امروز بسیاری از جوانها بعض نوارها را میبینند، میگویند که فلان عالم اجازت داد یا جایز بوده است یا حلال بوده است میگویند. دوستان عزیز، انا همین شرط 3 شرط آیا رعایت کرده میشود؟ بنابراین دوستان عزیز، پیش از به این کارها عادت شدن و به همین چقوری ها افتیدن باید انسان جدی فکر کنه. خب دوستان عزیز، این حکمش بود. حکمش را برای شما بیان کردیم. اکنون بیایید چنانه که در آغاز نوار گفتیم سبب ها، چی سبب می شود که امروز جوان ها به همین عادت گرفتار می شوند و همچنین علاجش را چگونه کدام کارها را کنیم که ما از همین چیز دور شویم. شروع میکنیم به سبب هاش. یکمین نخستین سبب این دسترس پیدا کردن به عکس ها و صورت ها و فیلم های فحش است و که انسان شهوتش را بلند میکند و ایمانش را ضعیف میکند. وقتی ایمان که ضعیف شد و با آسانی به همین سایت ها و مواد های فحش انسان دسترسی پیدا میکند، البته که همسر ندارد، پس طبیعی که جوان به همین عادت دست میزنند. بنابراین پدران و مادران، امروز هر یک جوان میبینی، مکتب بچه رو میبینی در دستش تلفن است، تلفن هوشمند است، به ملال به اینترنت دسترسی دارد. به این چیزها ما خیلی دقت دهیم. فرزندانمان را از همین پلانشیت و تلفن و از همین سایت های فحش باید جدی اهمیت دهیم. نگذاریم که فرزندان ما و شما به همین چیز دسترسی پیدا کنند. امروز سایت ها پر شده است به همین چیزها. بنابراین الله تعالی جوانها را نگه دارد. خب باز یک سبب دیگر، سبب دویمش این است که فروپاشی عائله ها. وقتی زن و شوهر جدا می شود، طلاق می شود، امروز متاسفانه در جامعه ما و شما طلاق خیلی زیاد شده است و وقتی خلاف ها و جنگ و کشمکشی و جنگ و جدال بین زن و شوهر نزاع بسیار می شود، هر روز می بینی که مرد زنش را با زنش جنگ می کند و می زند و دست درازی می کند، فرزند چی می شود؟ فرزند در عالم خودش برای مهر و محبت را نمی بیند. پدر و مادر یا جدا یا زنده جدا هستند، در یک عائله باشدم هر روز نزاع، هر روز کشمکش، هر روز جنجال، مهر و محبت را نمی بیند. پس طبیعی که روانی فرزند نیاز به چی دارد؟ به مهربانی دارد. فرزند نیاز به چی دارد؟ به یک که خودش را و عصبش را آرام کند با یگان چیز. برای همین مردها، مخصوصا پدرها، مادرها به همین چیز خیلی دقت باید دهیم که امروز شاید با سبب جنگ و جدال شما پگاه فرزند شما به همین عادت بد گرفتار می شود، پس علاجش را یافته نمیتونه. سبب گناهکاری فرزنداتون میشه. فرزند مهربانی و آرامی را از عائله که نمیبیند، از پدر و مادر که نمیبیند، از همین چیزها جستجو میکنه. باز یکی از سبب ها، البته سبب های زیاد دارند، ما همه سبب هایش رو شاید وقت نمیرسد که همه سبب هایش رو ذکر کنیم، ولی باز یکی از سبب ها چی است؟ این کودک در وقت کودکیش چی میشود؟
به تحقیرهای زیاد گرفتار می شود و همچنین آزار و اذیت شهوانی به همین چیز گرفتار می شود. یعنی از طرف نزدیکانش بعضی نفرها هست که گاه می شود که از محرمهای خودش دست درازی می شود یا از نزدیکان خودش. بین امک و امک بچه ها به همین نزدیکان خود وقتی پدر و مادر مسئولیت را احساس نمی کند، وقتی پدر و مادر بی مسئولیتی می کند، فرزندان خردسال را تنها می گذارد یا با بعضی سن و سالش کلانتر امک بچه هاش یا نزدیکانش می گذارد، نابسته کسی نباشد. بعضی نفرهایی که البته این گمان بد کردن نیست، یا بعضی نفرهایی می شود که شیطان است، شیطان وسوسه می کند، تو گمان نمی کنی که از او دست درازی کرده شود، ولی متاسفانه وقتی پدر و مادر به همین چیز اهمیت نمی تید و بی پروایی می کند، به فرزندش دست درازی کرده می شود که این شکست روانی به فرزند می شود، خیلی ضربه کلان می شود که در آینده فرزند به عادتها و به همین کارهایی که عموما به زیان خودش به ضرر خودش است چی میکند؟ سبب دست گرفتار شویش میشود. امروزها چقدر حالت ها است که پدر و مادر فرزندان خردسال خود را گذاشته به روسیه میروند، مثلا فرزندان را به بابای بیبیش گذاشته میروند، ولی در همون حولی یا در همون خانه بعضی سن و سالش کلانتر است، بعضی نفرها است که گفته نمی شود به او چی کنند؟ دست درازی کنند یا یگان کارهای بد کنند. این سبب می شود به شکست روانی، ضربه خیلی کلان می شود. یا بعضی پدر و مادر جدا می شوند یا پدر مسئولیت را احساس نمی کند، با دیگر کارهای خود مشغول است، مادر به پرابلم های خود مشغول است، فرزند را می گذارند به یک نفر، باور می کنند چی می شود؟ از همون طرف ضربه زده می شود. بنابراین خیلی اهمیت جدی دهیم، نگذاریم فرزند همیشه تا سن بلاغت رسیدن در زیر حمایه پدر و مادر خودش باید باشد. الله تعالی فرزندان ما و شما را همیشه نگهبان باشد. خب این بود بعضی سبب ها، البته چنانه که گفتیم سبب هاش خیلی زیاد هستند. اکنون میگذاریم دوستان عزیز به چی؟ بعضی توصیه هایی که امروز جوان ها را چیکار میکنند؟ از همین عادت، از همین کار نگاه می‌دارد، سبب نگاه داشتن آنها می‌شود. خب اولین کار، آن توصیه‌ای که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند این ازدواج است. جوان هر قدر می‌تواند بر وقت اگر که توانایی پیدا کرد باید چیکار کند؟ ازدواج کند. پدر و مادران امروز وقتی فرزندتان می‌خواهد ازدواج کند به او کمک کنید. نگذارید که سال‌های دراز در روسیه کار و فعالیت می‌کند یا در من چقدر جوانها رو میدونم در ایام مثلا طالب علمی دانشجویی در خیتای ازدواج کرده است با خیتایی، یا در روسیه با یک روس دختر ازدواج کرده است، یا در فلان کشور یا در اینجا یا در آنجا. پس مشکل آغاز می شود. بنابراین کوشش کنید همان دختری به تقوا را خودتان جستجو کرده چقدر که بر وقت می توانید توی زیاد خرج و خراجات و اسراف زیاد چی در کار، توی ها را سبک کنید و فرزندانمان را ازدواج کنونه، هم برای جوان پسر و هم برای جوان دختر. این چی است؟ این فایده است. خب دومین چیز این قناعتمند شدن. وقتی جوان اگر ایمانش و نیتش قوی می شود و قناعت شخصی پیدا می کند که من از همین روز همین کار را دیگر ترک می کنم، این اولین راه است. باید چیکار کنند؟ تصمیم گیرند که از همین روز، از همین لحظه ای که همین نوار را مشاهده میکنه، تصمیم گیرد که من از همین کار دست میکشم. خب باز یکی از توصیه ها این است که هر آن چیزی که شهوتش را بلند میکند، در آمدن به سایت های فحشا و اینترنتی که امروز اینترنتی دسترس بیز لیمیت دارد، از همین چیزها خودداری کنند. وقتی شهوت بلند میشود، وقتی با دخترهای نامحرم میبیند و صحبت میکند، شهوتش بلند میشود و چیکار میکند؟ به همین عادت دست میزنند. جوانهای امروزه شما تصور میکنید همت ما و شما نخواد از همین عادت بلند نباشد. همت ما و شما کجا شد؟ امروز ما از قفای عزت امت اسلامی باید
کوشش کنیم غیرت کنیم. امروز چنانی که در آغاز همین برنامه گفتیم برادران ایمانی ما و شما با خون آشفته هستند. امروز امت اسلامی در هر جا خار و ذلیل شده ایستاده است. نخواد امروز جوان با همین کار و با همین عادتی پست خودش را گرفتار کرده، دیگر از قفای زندگی، از قفای عزت امت، از قفای تعلیمش، از قفای دانشش، از قفای پیشرفت خودش، هم جسمانی هم روحی هم اقتصادی خودش را قوی گرداند. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند المؤمن القوی خیر و احب الی الله من المؤمن الضعیف. مؤمن قوی گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم هم قوی الایمان، هم قوی العقیده، هم از جهت ایمان و عقیده و هم از جهت بدن و هم از جهت اقتصاد، همه جهت، هم از جهت فکر و فهم و تفکر. مؤمن قوی خیر و احب، بهتر است و محبوب تر است در نزد الله از مؤمن ضعیف. آیا جوانی که ضد شهوت خودش مبارزه برده نمیتواند، میتوان گفت که آن جوان مؤمن قوی است؟ همچنین دوستان عزیز، بازی که از توصیه ها این است که دوستان خود را ما تغییر دهیم. وقتی دوستان خود را ما خوب انتخاب میکنیم، مخصوصا در این زمان دوستان خالص، دوستان صادق، یک بنده مؤمن بتقوا برادر تو که تو را بر دینت کمک میکند خیلی کم شده است. نشود که ما هر نفری که در پیشمون میبراید آن را چیکار کنیم؟ برای خود دوست گیریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم را ببینید، اولین دوست و یگانه دوستی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای خود انتخاب کردن ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ابوبکر صدیق هم در وقت پیش از اسلام و هم بعد از اسلام دوستی، پیش از اسلام هم دوستی پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. بنابراین ما دوستمون رو چیکار کنیم؟ هر دوستی که هست، بنابراین میگویند المرء علی دین خلیله، بنده چی است؟ بر دین دوستش است. دوستش چقدر ایمانش قوی باشد همون قدر ایمان ما و شما قوی می شود. اگر ضعیف الایمان باشد، فاسق و فاجر و دیگر چی باشد، اگر میره به قطعه ما فاسق و فاجر شده. بازی که از توصیه های دیگر دوستان عزیز این است که وقت خالگی را ما با چیکار کنیم؟ با حق مشغول سازیم. بنابراین امام شافعی میگویند نفس ما و شما ان لم تشغله بالحق شغلتك بالباطل. طبیعت نفس انسانی چگونه بوده است؟ طبیعت نفس انسانی همین خیلی است که اگر تو او را با حق مشغول نسازی حتما تو را با باطل مشغول میسازند. بنابراین همین وقتی که داریم، وقت خیلی برای ما و شما ارزشش چی است؟ بلند است. ما و شما وقتمون را چیکار کنیم؟ در راه حق، در راه عقیدمون، در راه ایمانمون، در راه پیشرفت اسلام و مسلمین کوشش کنیم. هر لحظه مثل صحابه فکر کنیم که امروز من برای دین اسلام، برای عزیز گردانیدن مسلمین چیکار کرده ایستادم؟ چیکار؟ نه دنیا هم پیشرفته ایستاده است، نه آخرت هم پیشرفته ایستاده است. بگذار ما و شما اقلا لا اقل دنیامون را پیش بریم. و آخران توصیه که با همین صحبت را انشاءالله، خیلی صحبت ما طولانی شد و با همین صحبت را انشاءالله به آخر میرسانیم، این ناامید نشدن است. بسیار از جوان ها میگویند استاد عزیز من وعده میدیم برای خود تصمیم میگیرم که همین کار را ترک میکنم، ولی چی میشود؟ باز شیطان وسوسه میکند، باز همین عادت گرفتار میشوم. دوستان عزیز، بنده مؤمن هرگز ناامید نمیشود و هر یکی ما و شما چه هستیم؟ گناهکار هستیم. هر یکی ما و شما خطاکار هستیم. چنانی که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن کل بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون. همه فرزندان آدم خطاکار هستند. ما و شما ملائکه نیستیم که بی خطا و بی گناه باشیم. همه فرزندان آدم خطاکار هستند، ولی بهترین خطاکار همان نفری که توبه میکنند. بنابراین انسان اگر به همین کار وقتی تصمیم گرفت و باز به همین عادت گرفتار شد، ناامید نشود، هرگز توبه کنه. هر بار بعد همین عادت اگر گرفتار شود، انسان باید ناامید نشود و تصمیم نو گیرد، توبه کند، پشیمانی شود. انشاءالله که الله تعالی ازدواج رو وقتی دعا میکنیم، دعایی که از سلاح ما و شما است، دعا کنیم
الله تعالی برای شما جوانها همسران عفیفه و پاکدامن را نصیب میکند. انشاءالله ازدواج که کرد این عادت خود به خود یعنی به طور اتوماتیکی از بین میرود. الله تعالی را دعا کنیم که جوانهای امروزه، جوان پسرها و جوان دخترها را عفیفه و پاکدامن بگرداند و از راه فحشا و این کارهای بد الله تعالی نگهبان باشد و ما و شما و امت اسلامی را الله تعالی عزیز بگرداند. تا نوار آینده الله نگهبانتان باشد.